سلام بچه‌ها، چطور میتونید؟ امیدوارم حالتون خوب عالی باشه. مثل همیشه مهدی هم اومدم با یه ویدیوی جدید دیگه. بچه‌ها امروز گیم پلی نمیخوام بذارم. امروز چند کلیپ آماده کردم، یه 7 تا کلیپ و باید سعی کنیم که نخندیم. اگه میتونید نخندید و با دهن پر آب. البته 3 بار فرصت داریم و تو این 3 بار ببازیم، یعنی بخندیم. باید مجازات بشیم، مجازات هم که باید برقصیم یا باید آهنگ بخونیم واسهتون که آبروم مسلسل میره. ان شاءالله که نخندید تو این 3 بار. و همین دیگه. تو کامل یادتون نره، مثل همیشه بزن که بریم. خب بچه ها بریم با اولین کلیپ که ببینیم که خندمون میگیره یا نه، یا میتونیم تموم کنیم یا نه. خب قبل اینکه بریم سراغ ویدیو بچه ها بهتون بگم که من تو این ویدیو نمیتونم زیاد حرف بزنم، یعنی بیشتر با دهن پر آبم، باید خودم رو نگه دارم و نخندم. البته ببینم تا کجا میتونم دووم بیارم. 8 تا کلیپ بیشتر نیست. خب بزن که بریم. آقا سلام، خسته نباش. ایام جام جهانیه، فوتبالا رو نگاه می‌کنی؟ بله نگاه می‌کنم. کدوما رو دیدی بازی‌ها رو؟ من فقط بازی‌های ایران رو دیدم. با اسپانیا هر دو تاشون هم دوست داشتم. باختیم که آقا بازی اسپانیا. هر چندم باخته باشیم خیلی با غیرت بازی کردن بچه‌های ما. یعنی اون انتظاری که از تیم ملی داشتیم ما برآورده کردن. واقعا بهشون تبریک میگم. همون صحنه‌ای که لاپایی زد. لایی دیگه. لاپایی. وای بچه ها دیگه تحمل نداشتم این بار دیگه، واقعا خندم گرفت. اصلا آب همه ریختم تو اتاقم، آب ریخت البته زیاد نه دیگه. واقعا خیلی خندم. این دیگه سم بود اصلا. این دیگه چه سمی بود. بریم ادامهش. تو این 3 بار یه بارش رو باختیم. البته 2 تا فرصت دیگه بیشتر نداریم. البته مجازات این ویدیو اینه که اگه 3 بار ببازم باید برقصم براتون یا یه آهنگ براتون بخونم. البته که من نمیبازم 100%، ولی این کلیپا واقعا خنده داره. واقعا تحمل خنده نکردنش واقعا سخته. خب بریم ادامهش. وقتی که میبینی آب حموم سرده حتما یه نفر دیگه حموم کرده. فهمیدی یا باز توضیح بدم؟ دلی که بشکنی فریادش هم نمیشنوی، اما نفرینش زده. Vendo aí, gente, aqui também está chovendo. Olha no mapa! وای بچه این یکی دیگه اصلا نمیستم تحمل کنم. خدایی این توپ و یارو ریخ رو کلش. چه ادی زد یارو. توپم قشنگ زد سولهش، قشنگ مالید. واقعا هر کس بود میخندید دیگه. پاره شدم خدا وکیلی. دیگه نمیستم نگه دارم خودمون. 2 بار بچه باختیم و یه بار دیگه فرصت دارم. این یه بار رو بازم دیگه تمام. و این یه بار من عمرم بخندم دیگه. واقعا نباید بخندم بچه ها. دیگه نمیخندم دیگه. آخرای کلیپ بزنیم عمرم بخندم. بریم ادامهش.
Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Rijken hier hanteert. Dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. Dat ik dacht, dat kan niet. Dat mag dat. Je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik voel dus dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want خب بچه ها، من آب و قورت دادم چون نواختم. دیدین که دقیقه آخر تحمل یعنی واقعا سخت بود، مخصوصا یه دونه قبلتر از این کلیپه واقعا سخت بود که نخندی. واقعا داشتم آب دیگه میریختم رو گوشی، یعنی در این حد واقعا تحمل کردم و سومین بار رو نباختم. خدا رو شکر دیگه تحمل کردیم و امیدوارم که شما از این کلیپا خوشتون اومده باشه و امروز فقط واسه خنده گذاشته بودم و تو این 3 بارش فقط 2 بارش رو خندیدیم و آب دیگه ریخت رو فرشمه، ولی زیاد آب نریخت، کم. الان مادرم من میکشه. و اینکه امیدوارم خوشتون اومده باشه و من نباختم، خدا رو شکر. و امیدوارم شما هم تو کامنت ها بگین که چند بار خندیدین تو این کلیپایی که من گذاشتم، 8 تا کلیپو. خب بچه‌ها، کلیپای ما تموم شد و ما تونستیم قصر در بریم و خدا رو شکر 2 بار خندیدیم و سومین بار رو نخندیدم و مجازات خدا رو شکر نمیشه. و اینکه اون جریان رو همومه گفته بود، اون قضیه چیز دیگه نفهمید بچه‌ها، چیز بدی نگفت. اون که کسی که همون میزنه چند دقیقه بعد یکی دیگه که میره همون میزنه آب سرد میشه دیگه. آره دیگه جریان همین بود دیگه، چیز دیگه سراسر نبود. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حال کرده بودیم، ولی واقعا کلیپاش که اومده کردم واقعا فوق خنده بود. یعنی تمام سعیمو کردم که یه کلیپ باحال و خنده‌دار واقعا باشه که دیگه بده. دیگه اینا رو پیدا کردم دیگه، سم و یکم خنده‌دار باشه یعنی. و تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.